سلام بچه ها خوبین. اومدیم این دفعه با یه بازی که یه جورایی باید با دشمنات بجنگی تا بتونی سرزمین خودتو بزرگ کنی. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشود. راستی اگه میخواین اسم بازی ها و چیزایی که من باز میکنم بدونی حتما توی کانال روبیکام عضو شین که من اسم تمام بازی ها شبیه سازم اونجا میذارم. خب ما الان میایم اینجا. حاجی اون چی کار میکنه؟ بسم الله. بذار ببینم. حاجی برو دیگه. جان دادم یک سرزمین من. ای بیشو سرزمین منو میخوام ولی من بهش سرزمین نمیدم. مجبوریم به این حمله کنیم. آقا قدرت بده. این داره به مقر اصلی ما میره. این چیه؟ آها یعنی مثلا قدرت یو ابوالفضل. چی دارم میبینی؟ حاجی حمله داره میکنه به همه جا. چی وای چقدر این وحشیه. خدایا حاجی وای گرفت همه جا را. حاجی من نابود شدم. نابود که اینقدر قدرت لعنتم من چیکار کنم؟ بس این داده هر اینجا نگاه کنه. از اولی مغازهایی که وای با جایی که بگوزم بدبخت داره نابود میکنه. بدبخت شدم. حاجی این نابودم. خیلی این یکیش سخت. به قرآن قسمت اولی نکن. با این چه معنی داره؟ چه معنی میتونه داشته باشه؟ وای نه نه خیلی خوب مجبوریم این کار انجام. چی میگفتی عزیزم؟ با یه کمی چیت برنده شده ایم. ولی نه بیایم بچه بعدی صادقانه بریم. باختم دوباره میام. یه فکری به ذهنم رسید. اینجا رو من دیواراش اینجا چون دیواره اینجا بگیرش. خب حاجی نگاه کن قشنگ میخواد بیاد تو قلب این سرزمین. خب ببینیم بچه من میدونم نقشش چیه. میخواد بیاد توی قلب اینجا مقرش درست کنه. بعد کم کم به این سته حمله کنه. اوه این چیه؟ به این سته حمله کنه. بعد با این 4 تا به اینجا حمله کنه و این حرفا. بعدم بیاد بگیره ببره که من میخوام منم این دفعه بذارم مقرش حمله بده. گفت بیا. این قشنگ گفت بیا هستم.
وای سرزمین میگیره. اینو که باز کردم به این حمله اینو قوی میکنی. های اینه قوی کن، قوی. یس دیگه هیچ کاری نمیتونی انجام بدی. بدبخت. بسید بچه ها این چجوریه؟ کنم همه شون با هم بیرن. بسید بچه ها خود میخواد بده. یو حاجی خیلی این بیشور. نه تونستم ببرم. یس بذار بریم بچه این دفعه 4 تا خیلی سخته. یا محمد اوه وحشی این سرزمین مادریه. تو که بیشرف. نه من این دفعه نمیبازم. بیشرف جرأت داری بیا با خودم بجنگ. تونستیم بالاخره. نه یه بار دیگه من نمیکشم. نذاشت. خب ولی من سرزمین رو تقویت میکنم تا نتونه به هم حمله کنه. بهش حمله میکنم اون کشور رو. تمام. ابوالفضل یا حسین این هواپیماه خیلی خوبه. این چیه؟ حاجی چی بودین؟ من نمیخواستم. ببینم برو که رفتی برو. کنم جهانی آره. 100 جهانی آره. چی رو میبینم باز کردم. کشور رو میگیریم. اینم میگیریم. سگ باید به این کشور حمله که به این صورت دختر به این کشور به این مغز اصلیش این مغز اصلی نابود میکنیم. ما همه رو میبریم تو اون تو اونجا پیام میشه. آها این الان به من یه جدا گفت آها بدبخت نتونستی کشور منو بگیری. حاجی چی کار داره میکنه؟ نگاه کنی بچه اینم داره یه جاش انرژیشو مستقر میکنه. خواد به من حمله کنه مثلا. خب اینو زیادش کن. الان منم یه فکری دارم. این هیچی شهرهای مرزی کار نداریم اینایی که مثلا با مرز اون کشورن. خب اینطوری بهتره. حالا یه تجاوز میکنیم به کشورش و الان ما مستقر شدیم. الان ما میریم این وسط اینجا میریم تا مثلا این بتونه کشور ما رو بگیره. ما تمام انرژیمونو میکنیم تو این کشور. اینطور قدرت خودمونم بیشتر میکنیم.
حاجی حمله کرد غلط کرد. چه قوی بود اینو زدش ولی خوب رفت. چه کار نکنید. خب اینجا اینطوری لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. پارت 2 هم حتما بازی خواهیم کرد.